تمرین خیلی ساده برای خط کناری شکم و کمر باریک. نیاز به یک کشتو به یک جا وصل کن. بدن خودتو صاف نگه دار. دستاتو مستقیم بیار جلو. با کنترل برو به این سمت. با کنترل برگرد. شکمت سفته. بکو اینجوری نکن. کش نداری؟ یه وزنه بگیر سرت و حالا سعی کن که آرنجتو به این شکل بیاری و به زانوت نزدیک کنی تا جایی که میتونی. فقط حواست باشه که شکمت سفته. اگه با ورزش نمیشه کمر رو باریک کرد، پس چرا من تونستم؟ بیا تا به تو هم یاد بدم. این حرکات برای عضله کورت فوق‌العاده است. سعی کن که شکمتو کاملا صفر کنی و باسنتو تا جایی که میتونی بیاری بالا. وقتی داری این حرکت رو انجام میدی حواست باشه که باسنت پایین نیاد و همون بالا بمونه. گردنت راستای سرته و به عقب ندادی. ممکنه مچت درد بگیره اگه ضعیف باشه، پس میتونی زیر دستات وزنه بذاری و با کمک وزنه این حرکت رو انجام بدی.